این آخرین آپدیت بدن منه. این دفعه قراره از آخر قبل برام اول آپدیت ببینیم، بعد بریم که ببینیم این هفته چی کار کردم. کل هفته‌مو گذاشتم، 4 هفته مونده تا مسابقه. این اول هفته بود. ببینید واقعا خودش تقریبا الان خودم دیدم پشمام آجا، هنوز چربم بچه‌ها. وی شروع کردم بچه‌ها، وای نمیدونید چه حالی میده، طعم بهشت میده. 2 اسکوپ هر روز ثابت میخورم، 3 اسکوپ هم میتونم بخورم، دلم نمیاد، پول ندارم دوباره بخرم که 3 بخورم. ولی بعضی وقتا انقدر گشنم میشه میرم داروخونه 1 ساشه وی کاله میخرم میخورم. اصلا این کار نمیکنم که 2 تا بخورم بچه‌ها. این شنبه است، باید وسایلام ببرم، سیب دارم، هویج دارم، تو رژیم جدیدم واقعا لذت میبرم. یعنی سیرم، مغزم قشنگ سوختش تامینه. چرا؟ چون سیب دارم، هویج دارم، نمیدونم بروکلی دارم، مویز، یه مشت مویز دارم، یه مشت بادون دارم که اصلا این 2 تا عشق میکنم. صبحم که 5 تا سفیدمو بعدنی ساختم خودش، 5 تا سفیدمو با یخ و قهوه و استویا و وی با گلوتامین شیک میکنم. یه چیز اسموتی تور، چه میدونم، شیک اسموتی تور خوب میشه. بعد تمریناتمو براتون میذارم. این دفعه این ویدیو رو طولانی گرفتم چون میخوام ویدیو نگیرم از اول هفته ای که 3 هفته مونده به مسابقم شروع کنم ویدیو گرفتن دوباره که یه نمه تغییراتمو بیشتر بهتون نشون بدم و 3 هفته آخر رو با هم بریم جلو. اینجا هم یه سرشونه خوب زدم، هر روز صبح سرشونه میزنم. این چرا ویدیوش اونوری شد؟ این ناراحتم، ولی خب سرشونم خوشگله، حذفش نمی کنم، اصلا فکرش هم نکنید. ویدیو اونوریه، تحمل کنید دیگه، اشکال نداره. خودش سرشونم کات شده، بکم خیلی خوشگل شده. چون این تتومو من با حس خیلی خوبی زدم. یکی از رفیقام پیام زدش، حس عالی به من داد، اصلا نمیتونم برات توضیح بدم. میگه stay weird، عجیب بمون، عجیب تر از همیشه تام، دلتنگی اون پریشبم، بچه اون کونم نیستا، معلومه. و سنگینم بود، مجبور شدم بدم زمین دوباره بزنم. وای ناراحت کننده است که اینو براتون گذاشتم نبا میدیدید. خجالت آور. روزش خودم نمیدونم، بکم خوب شده، من که راضیم. فقط پکم باید خوب بشه. یه فیگورم براتون بگیرم پشماتون بریزه، پکم هم خوب بشه خیلی راضی تر میشم. دامستم هنوز چربم. الان که دارم صحبت میکنم رو ویدیو واقعا پایین ترین حالت روی این هفتمه. زیر چشام گود رفته، شای پاندا شدم، نمیدونم چرا. گشنم سیر نمیشم و از اون ور چربی ها رو دیدم و ناراحتم. پکا اومده بیرون ولی خودش ببین هنوز چربم. بابا من کونم پاره شده انقدر حوادی دادم، مگه میشه آخه؟ گوه زدم تو این بدن و دارم الان جمعش میکنم. حوازی هم گفتم بهتون اینتروال شده. اینتروال ها یک نیم ساعت میزنم، هفته دیگه میشه 40 دقیقه و این 40 دقیقه قرار منو بکشه. هر چی گرفتم براتون نمیدونم. و این هم بازم آپدیت، اون اولیه که دیدید آپدیت آخر بود، این روز قبلشه، یه روز 2 روز قبلشه، نمیدونم دقیقا. ولی صبح ببینید عرق کرده، صبح 4:50 بیدار میشم. سگ 4:50 بیدار میشه آخه. و شیکم میزنم چون باشگاه تعطیل اون ساعت و من مجبورم چون سر کار برم باید زودتر بزنم. خودش پام ولی خوب شده، پا رو بگیر پشمات بریزه، حجیم و کات شده. و اینم بهتون میگن شما عادت میکنید بعد 21 روز به صبح بیدار شدن به هر چیزی گوه میخورن. هنوز عادت نگیم. سرشونه فیبر رو بگیر، وای عشق میکنم با رگ و فیبرهای سرشونم لذت میبرم. گوه میخورن. این هنوز که هنوزه. من الان 4 ساله دارم 5 صبح بیدار میشم، 1 ثانیه هم عادت نکردم. یعنی 5 بیدار میشم، تمرین میکنم، 9 خوابم میاد.
خب من سر کار چجوری بخوابم الان؟ نه اینو من بگو من چی بخوام. بچه فرستی لپامو بگو رفتش. شاگردم اومده میگه معلومه بدنت خوب شده. میگم من کجا فهمیدی؟ میگه هر موقع تو دماغت کیریه یعنی بدنت خوب شده. خیلی تعریف جذابی بود، ولی کاش میتونست قشنگتر بگه. بابا لامصب خجالت بکش، به استاد احترام بذار. سینه‌ام خوب شده. این بالا سینه‌م هم پر بشه دیگه کار خاصی ندارم، فقط چربی ان شکمم میمونه که اونم دیگه اعتماد میکنیم به مربی جدید و راه پیش میریم. تا الان که یه هفته است باشگاه کردم، یه هفته نیم شد و حالا پک اومده بیرون، همه چیز خوبه. وزنم اومده پایین، 96 اومدم. دارامو قطع کرده بودم 100 بودم، دارامو قطع کردم شدم 96. 96 الان اومدم رو 92. حالا شنبه که اول هفتمون میشه واسه بریم واسه 3 هفته. چند وقت ویدیو نداریم تا بریم واسه 3 هفته مونده و اونجا ببینم که به چه وضعیتی. حس میکنم این از اون آخرین آپدیت بهتره، نمیدونم چرا. اینجا تخم مرغ نمیخوردم، نمیخوردم. چرا نمیخوردم؟ سفید تخم مرغ حجم خیلی خوبی به هم میده. نمیدونم، حالا این هفته هم برم، حوازیم هفته دیگه زیاد میشه و اینجا هم رفتم پیاده روی، جمعه بود، گل گرفتم برای خانم. گل صبح ما رو میذارن دم در باشگاه، باز نمیکنن. اوه اینجا پا رو دیدم دلم نمیاد براتون نگیرم. داشتم بک میزدم ولی پا رو بگیر تو، دلت میاد این پا رو نبینی. ساقم خوشگل شده. داشتم فکر می‌کردم پام که تو شلوارکه فایده نداره، خودش خوشگلم شده، ولی داشتم میگم چیکار کنم ساقم رو بتونم به نمایش بکشم توی مسابقه. نمی‌کنم بتونم امتیاز ساقو بگیرم، واقعا خوب میافتم جلو، پراشون میریزه. این ویدیو رو هم گرفتم برای استاد خانم محترم ببینه در چه وضعم. این ویدیو رو دیدم یه مقدار ناامید شدم. بابا این چربی ها چی میگه من نمیفهمم. بعد بچه ها گره افتاده زیر نافم، اگه رفت حالا پدستک هر کاری میکنم نمیره، گاییده منو. بیادم حرف بعد قرار شد ندارم. من ورزشکارم و زندگی سالم و اینجور چیزا. زندگی سالمی که نداریم ولی اینجور چیزا بپذیرید دیگه، بپذیرید، اذیت هم نکنید. و اون الیپتیکال گرم کردن رو میزنم. خدافظ.